وقتی میگی منو نمیگیره. آقا کسالت رو با 3 سات میمیسن یا با 3 خط؟ 3 خط میمیسن کجا میاری؟ من دیگه اشتباه میمیسم. من مادر نداشتم تا 3 راهنمایی بیشتر نخوندم. خب ای خدا مگه میشه آخر شروع نشده بود ویدیو؟ فهمیدی؟ بعد اینقدر نگیم ما اشتباه نمیشیم. من دیگه خودم میمیسم بره دیگه حالا کسالت با 3 سات باشه با یا 3 6 دندونه چه فرقی داره؟ دیروز نمیدونم چه کلمه نوشتم 3 6 دندونه اسم غریب نمیدونم با غ 2 دندونه با 2 خط با غ 2 دندونه با غ 1 نقطه غ 2 دندونه مگه میشه؟ منظور لپ کلام من متوجه میشین دیگه نمیشه مگه؟ بله بله میشی. خب دیگه چه در میاری پس؟ دیگه قاطی